در کراچی یک مشکلات از شوا در خانه مردم میادره اشتکای مردم میکشه جمعی زیاد است 40 سال شد ما در کراچی بریم امروز خانه مردم خراب کرد بیل داره چپم میکنه اشتکای مردم زیر خاک بانده است پریشانی است کدام مسئله شما بگیم مشکل زیاد است پریشان است ماجر در بدر شد ترام نیست شاود چند دو بجه شد چاپه میدن در خانه مسلمانه اشتکای سیاساره مرد باز بیسترش کشتی که موتر مرد کرده در تانه در جیلا بندی است کسی پرسان نمیکنه چی اسلامی است ما اسلام گفته رفتیم دو میشه اسلام ایتون تو وقت شورای ما مرد در خانه ما نداره با خاطر ننگی ناموس رفتیم اجرت کردیم امروز اجرتی ما مردم خراب خواهید به از صورت به وطن خدا مدیم وطن یک مادر است تشکیه مادر انسان بسیار یک محفوظ می باشه امروز در خاک آوده اوجه ما امروز سیاسار افغانی ما مردم در تانه آوده جیلا بندی است مردش دیگه جای است بچهش دیگه جای است زنش دیگه جای دختر دیگه جای است این تو پریشانی است مهاجر است